نظر میکنیم به خدا ترسی حضرت عمر. یک خدا ترسی از حضرت عمر را به شما میگم، بعدا انشاءالله موضوع خودمان آغاز میکنیم. حضرت عمر خدا رحمت و مغفرتش کند که بی نهایت ما عاشق عمر هستیم، عمر را بی نهایت دوست هم می‌داریم، زیرا که تمام وجودش از خدا میترسید، بی نهایت از خدا میترسید. رسول اکرم بیهوده نگفتند لو کان بعد نبی لکان عمر ابن الخطاب. اگر پیغمبری ختم نمیشد هر آینه بعد من پیغمبر عمر بود. این گپ نمیگفت. عمری که رسول اکرم قصر او را در جنت دیده بود و حتی گفت من داخل قصر تو نشدم زیرا که غیرتی تو بالای من غلبه کرد. همان عمری که یفر من ذله الشیطان. رسول اکرم گفت عمر تو وقتی ره میگردی شیطان از سایه تو میترسد برای که تو از خدا میترسی. همین عمر عادت داشت که شبها در همان محله مدینه در شهر مدینه سیر کند، تا به روز خواب نمیکرد. میگشت مردم چی مهمات داشته باشد، چی مشکلات داشته باشد، مردم در کدام موضوع صحبت میکند، چی کمبودی ها باشد، این گونه خلیفه ها بودن، این گونه پیشواها بودن. میگد به نزد یک تیریزه آمد که یک زن میگد در بستر تنها خواب بود. میگد به خودش میگفت خدایا من از تو میترسم و الا اگر نترسم آتش بر این جاگه خود میزنم، یعنی زنا میکنم. میگه این سخن میگفت چند مدت است، میگفت خدایا این چند مدت است شوهر من در حرب است، در محاربه است، خدایا کی ایره میاری میرسانی؟ اشتهای شوهر دارم، پروردگار را از تو میترسم و الا به زنا دست میزنم. میگه این سخن میگفت. عمر وقتی میگه این سخن شنید در وجودش یک لرزه پیدا شد. گفت در اصل انسان است آخه، اشتها دارد. در حال میگه پیش دخترش آمد حفصه. این در زمانی بود که پیغمبر که از دنیا گذشته بود، عمر در خلافت نشستگی بود. حفصه که زن پیغمبر خدا بود، دختر عمر بود. آمد گفت حفصه، گفت از تو یک چیز میپرسم. چی چیز؟ زن چند قدر طاقت دارد به شوهر؟ حفصه میگه حیا کرد. زنها ای وقتا هم حیا داشتند، زنها بی نهایت حیا داشتند. امروز بین خواهرای ما و شما در کدام سطح قرار دارند؟ ما و شما هم دهنامون پوشیدگی بار هم نمیگیم که امر خدا تا بجا بیار، از خدا بترس. حتی همین را نمیگیم، میترسیم، غیرت نداریم، نمیدانیم که فردا ما و شما را از این فرزندا میپرسند. اینا نمیگیم، اینا نمیفهمیم. میگه حیا کرد. گو حفصه گفت حیا نکن، تو اگرچه دختری منم باشی تو مادری من هستی، تو زن پیغمبر هستی، زنهای پیغمبر مادری ما هستند. میگه حفصه طاقت نکرد، به زبان نگفت و به دست اشاره کرد، 4 ایشان داد. گفت 4 ماه میتواند که زن به شوهر طاقت کند. و میگه آیتی را از سوره بقره خواند. این آیت معناش همین است که اگر مردها از شما 4 ماه جدا شدن، شما میتونین که نزد قاضی مراجعت کنین و خط طلاق خدا بگیرین. این 4 ماه را وقتی که میگه آیت که ذکر کرد، حضرت عمر در حال آمد پرسان کرد شوهری همین زن در کجاست؟ گفتن در ایران جنگ میرود، در ایران است. حضرت در همونجا خط برآوردن که کدام سربازی که به جنگ میرود از 4 ماه زیاد در محاربه اشتراک نکند، 4 ماه پس نزد زنش حتمی حاضر شود. این سنت حضرت عمر است که در جنگ هایی که حضرت عمر تشکیل میکرد این سنت جاری کرده بود، از 4 ماه زیاد یعنی عسکر جنگ نکند بلکه آمده زنی خودش خبر بگیرد. اینا بین این ترس خدا بود که حضرت اینا مشاهده کردند و اینا در عمل جاری کردند. یک شب میگد، یک قصه دیگرش میگیم ان شاء الله، بعد دعا میکنیم.
قصه های عمر به نهایت زیاد است، به نهایت زیاد است. یک شب میگد یک نماینده از شهر آذربایجان هم خیلی شهر قدیمینه است، از نماینده های پادشاه عرب امون آذربایجان یک نمایندهش نزد حضرت عمر روان کرد. خدا ترسی را من بر شما میگم. وقتی میگه این نماینده آمد شهر مدینه در رسید، شب بود. گفت خانه اگر عمر برم در شب تشویش می شود، شب در مسجد شب میگذرانم، سحر انشاءالله آن پیغامی که پادشاه بر من کرده است بر عمر میرسانم. شب میگه آمدم داخل مسجد در آمدم، همین نماینده آذربایجان. وقتی میگه در آمدم در مسجد نشستم، از یک گوشه مسجد میگه شب بی وقت بود، گریه می آمد، صدای گریه می آمد. کسی می گفت پروردگارا مرا ببخش، پروردگارا گناهایی که من کردم جملگی را ببخش، خدایا مرا از بندگی خود دور نساز، پروردگارا عاقبت کار مرا به خیر بساز. میگه هم تا کسی بود میگفت دعا میکرد، گریه میکرد. بناگاه میگه من مشتاق شدم، از دعای او لذت میبردم. وقتی میگه دعاش تمام کرد و میگه در گوشه مسجد نشست، به نزدش قدم زنان رفتم و در پهلوش نشستم. گفتم ای عاشقی خدا، تو کی هستی؟ میگه حضرت به جانب من نگاه کرد، گفت من عمر ابن الخطاب هستم. میگه در وجودم یک لرزه پیدا شد، من آوازه عمر را شنیده بودم، عمر را ندیده بودم، در حالتی که عمر با پادشاه بود. میگه گفتم در این بیوقتی شب حضرت تو روز تا بیگاه مشغول هستی، شب چی میشود که راحت میکردی؟ حضرت میگه گفت ای برادر، اگر من شب خواب کنم حق این بندگی خدا را کی میکند؟ اگر روز به خواب برم حق این رعیت، حق این مردم کی به جا میارد؟ برای پسر خطاب خواب شب خواب روز حرام است. حضرت میگه هم تا مراجعت کردن، تا به روز میگه صحبت کردیم، سحر میگه بامداد یک جایه باز در همون مسجد خواندیم و میگه به جانب من گفت یگان پیغامی داشتی؟ میگه گفتم من از آذربایجان آمدم، از پادشاه خود یک هدیه برای شما آوردم، او را میخوام که به شما تسلیم کنم. حضرت عمر گفتن خوب میشود که خانه بریم، در خانه من شما را مهمانداری میکنم، هر پیغام و هر هدیه‌ای که داری اونجا من از شما قبول میکنم. حضرت دستی او را گرفتن، میگه به خانه آمدن. وقتی در خانه در آمدن، اون زمان میگه زن حضرت عمر دختر علی بود، ام کلثوم. فریاد زد ام کلثوم این مهمان است، یگان طعام داشته باشی نزد ما بیار. ام کلثوم میگه صدا داد عمر در خانه بجز نان خشک و کمی از ملخ پختگی دیگر چیزی نیست. خانه پادشاه که از یک قسم دنیا در دست حضرت عمر بود، بجز نان خشک یک کمی از ملخ پخته دیگر چیزی نیست. در خانه پادشاه گوشت بریان نیست، در خانه پادشاه نان ملایم نیست، در خانه پادشاه یگان آش دمداختگی نیست، در خانه عمر پول نیست، مال نیست، در بانک ها پول ندارد. حضرت یک کمی خشک میگه نان آوردن. این نماینده آذربایجان میگه وقتی که من زیر دندان میماندم، دندان من در اون نان گذر نمیکرد، نمیگرفت، لیکن عمر را میدیدم آهسته آهسته میگه همون نان میخورد. وقتی که بالایی که جای نشستم فقط زمین خالی بود، چیز پرتافتگی نبود. بعد از این میگه به جانب من گشت گفت چی هدیه داری؟ میگه لطمه کشاده کردم، همون روی ما روی هست که بغیر در شهر آذربایجان دیگر در هیچ جا پخته نمیتونن.
ایرا فقط کیبانوهای آذربایجان پخته میتونند و اینو فقط پادشاه ها میخورند، دیگر هیچ کس نمیخوره. عمر میگه وقتی نگاه کردم از این سخنهای من چنان میگه پیشانی ها رگهاش میخیست. میگفت فقط همین مقدار است؟ گفتم بله همین مقدار است. گفت فقرای مسلمانی که بیرون مدینه زندگی میکنن اونها را که حولا میتد؟ میگد گفتم آخی این باعث شماست. میگد گفت دستمالت جمع کن، این هدیه را برده به پادشاه بده، بگو اگر دفعه دیگر همچنان معامله به عمر میکند به خدا قسم رگهای گردنش میبرم. اینجا مسلمان ها گشنه و تشنه و حلوا را عمر بخورد. بین این خدا ترسی را بین. حضرت خوراک ملایم برای خود اختیار نمی کردن، برای که ترسی خدا داشتن. رأس کل الامر مخافت الله، سر همه کارها ترسی خدا هست. ما و شما باید که در خودمان ترسی خدا را جایگیر بکنیم. از خدا بترسیم، انشاءالله ما و شما هم در دنیا هم در قیامت البته سربلند هستیم. هیچگاه خواه در پنهانی باشین برادرها، خواه در آشکارا باشین، شما فقط و فقط تصور کنین که خدا شما را نگاه دارد. خدا در نظاره شما هست. چگونه که پیغمبر میگه اعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. خدا را چنان عبادت کن که همچنانی که او را دیده ایستاده ای، اگرچه او را نمیبینی او تو را میبیند. همچنان خدا را عبادت بکن. جمعه پیشین موضوع ما و شما درباره مرگ بود و شدت مرگ بود. این موضوع خیلی موضوع دراز مدت هم هست، زیرا که تمام کتابها در باب مرگ و شدت مرگ البته سخنها می رود. این جمعه هم که باشد انشاءالله این موضوع را بر شما خاتمه می بخشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. صدق الله العظیم. خدا بر ما و شما میگوید ای بندگان، شما از خاک آفریده شدید. یعنی پدر شما حضرت آدم خداوند از خاک خلق کرد. و فیها نعیدکم، شما را مادامی که من از خاک پیدا کردم میگد خدا، و فیها نعیدکم، باز شما البته به خاک مبدل میشین. خاک بودین باز به خاک مبدل میشین. و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى، باز از همین خاک روز قیامت وقتی که امر به زنده شدن شما می شود، شما باز از همین خاک سر می بردارین. شما از خاک پیدا شدین، به خاک رجوع میکنین، باز از همین خاک روز قیامت شما سر می بردارین. اگر چندی سلیمانی به خاک دهر یکسانی، اگر چندی سلیمان بی نهایت بای بود، حضرت داوود بچش، اگر چند تای سلیمان باشی میگد، اگر چندی سلیمانی به خاک دهر یکسانی، و یا جمشید و خاقانی به خاک دهر یکسانی، اگر قند و عسل نوشی، اگر قند و عسل نوشی، اگر ملبوسی زر پوشی، به ماهرویان در آغوشی، به خاک دهر یکسانی. اگر قند و عسل نوشی،
اگر ملبوسی زر پوشی، با ماهرویان در آغوشی، به خاک دهر یکسانی. اگرچه فرد دورانی، یعنی اگرچه آدم عادی هم که باشی، اگرچه فرد دورانی، به تخت خیش سلطانی، تو اندک روز مهمانی، به خاک دهر یکسانی. اگرچه شاه تورانی، اگرچه شاه تورانی، کی زور از شیر غرانی، پسند پهلوانانی، به خاک دهر یکسانی. به یاد روی جانانی، به یاد روی جانانی، جنون تو سینه بریانی، چو بلبل گر غزل خوانی، به خاک دهر یکسانی. البته به البته از خاک بودیم، به خاک باز میگردیم، باز از خاک روز قیامت ما و شما سر میبرداریم. ایز خاکت آفریده خاکیا هوشیار باش، خاک بودی خاک گردی در منیان هوشیار باش. البته دنیا جای ابدیت نیست، دنیا جای نیست که ما و شما ابدی زندگی کنیم. اگر از خلاصه مرگ همین ما و شما بفهمیم، همین قدر ما و شما بفهمیم که دنیا جای ابدی نیست، همین برای ما و شما کفایت کننده است. رسول اکرم میگه کفا بالموت واعظا، برای شما داملای امر معروف کننده لازم نیست. در صورتی که آدم عاقل تابوت بیند باید که عبرت بگیرد. میگه پیغمبر تابوت برای شما داملا هست، تابوت برای شما خود مولوی هست، همون خود برای شما عبرت هست. دنیا جای ابدیت نیست. زمان پیغمبر خدا بود، رسول اکرم میگه دائم نماز با جماعت که میخواند، پس میگشت به سوی مردم نمازخانه ها را نگاه میکرد و میپرسید فلانی کجاست، فلانی کجاست. یک مرد و زن بی نهایت در پشت رسول اکرم دائما نماز با جماعت ادا میکرد. یک روز میگه رسول اکرم بین این موی سفید و این عائله موی سفید که کمپیر بودن، اینها حرکت کننده به سوی نماز جماعت بودن. امروز خدا ما و شما را تن صحت داده است، سلامتی خوب داده است، مسجدهای کشاده که باز میگم غنیمت هستند، اینها را داده است. ما و شما به این قدر نعمت خدا نمیرسیم. باز خدا رحمت کند عمر، سخنم کمتر بیرون از موضوع می شود. دورای حضرت عمر بود. حضرت میگه وقتی که پهلو گشتن نگاه کردن که یک مرد در جماعت نیست، میگه گفت فلانی کجاست؟ گفتن فلانی بیمار است. حضرت عمر وقتی میشنید که فلانی بیمار است میرفت تفتیش میکرد در اصل بیمار است یا نه. میگه وقتی که شنید بیمار است خیست، میگه خانهش رفت، خانه همون مرد رفت، میگه درش تق تق کرد، گفت فلانی؟ میگه از داخل آواز داد لبی، و میگه آمد در کشاد. وقتی عمر دید لرزه در وجودش پیدا شد. میگه ناگفته عمر گفت من سبب نیامدن جماعتم بیمار هستم. حضرت عمر گفت تو بیمار هستی؟ گفت بله بیمار هستم. گفت لعنت خدا بر تو. عمر ترا الحال گفت ای فلانی تو لبی گفتی آمدی کو؟ ترا خدا فیراد دارد حی علی الصلاة حی علی الفلاح، بیاین به سوی نماز، بیاین به سوی نجات. چرا خدا را قبول نکردی گپشه؟ چرا گپی عمر لبی گفتی؟ این عمر خطابش بود. گپی عمر تصدیق میکنی، لبی میگوی، به نزدش میای، گپی خدا اختا قبول نمیکنی. رسول اکرم میگه پرسان کرد این موی سفید و این کمپیره که از پس من نماز میخوان کجاست؟ گفتن اینها یک پسری داشتن،
اون پسر وفات کرد. این موی سفید کمپیر پاهاشون از کار ماندگی هست. او فرزند دائم اینا را پشت میکرد، میآورد در پهلوی تو میگذاشت، نمازم میخواندم، باز او هوچ کرده به خانه خودش میبرد.